باید صحبت بکنیم امگا 3 هست. امگا 3 در واقع برمیگرده به بخش ساختار مغزی شما. ما گفتیم اول چارت گفتیم که 50% از بافت مغز شما چربیه. 30% از این 50% رو اسید چرب امگا 3 داره در واقع تشکیل داده. پس ببینید چقدر امگا 3 چه حجم عظیمی از مغز شما رو در خودش جا داده. بنابراین امگا 3 کارش اینه که در ذهن شما یه ارتباط عصبی سالم و مناسب ایجاد بکنه و زمانی که اطلاعات میخواد از سد خونی مغزی شما رد بشه در واقع این ساختار عصبی رو تشکیل میده و میسازه، جوری که اگر کودکی بچه‌ای تو سن پایین کمبود امگا 3 داشته باشه IQش پایین‌تر خواهد بود. یعنی افرادی که ضریب هوشی یا IQ پایین‌تری دارن معمولا امگا 3 کمتری هم در بدنشون دیده میشه. پس این نشون میده که امگا 3 چقدر نقشش واسه ما تریدرها زیاده. ما تریدرها وقتی که داریم ترید میکنیم داره بدن ما میسوزونه، اون در واقع مواد معدنی که تو بدن هست داره سوخته میشه تا تبدیل بشه به یک پردازش ذهنی و یک عملی مثل عمل فکر کردن، عمل تمرکز اتفاق بیفته. پس من زمانی که دارم به صورت مثل یک انسان عادی تغذیه میکنم طبیعیه که یه سری جاها با کمبود مواجه بشه، به خاطر اینکه من دارم مثل یک انسان عادی زندگی میکنم ولی از مغزم دارم بیش از یک فرد عادی کار میکشم. پس اگر اینجا من به امگا 3 اهمیت ندم خیلی زود میبینم که تبدیل میشه به یک در واقع رفتاری که ممکن هست برای من خیلی آزاردهنده باشه. مثل چی؟ مثل خستگی زیاد. کسایی که چارت رو نمیتونن تحمل کنن میگه آقا من اصلا نمیتونم مانیتور رو نگاه کنم. کسایی که تمرکز ندارن، بیقرارن، بیقراری زیاد دارن، بیخوابی‌های شبانه زیاد دارن، تایم خوابشون در طول شبانه روز کمه، کسایی که تصمیماتی که تو چارت میگیرن غیر منطقیه، معمولا این افراد امگا 3 پایین‌تری دارن. حالا از نشانه‌هاش غیر از عدم تمرکز و خستگی زیاد، مثلا میبینید طرف دچار افزایش وزن میشه، موهاش شکننده میشه، پوست سرش ملتهب میشه، بیخوابی بیشتر پیدا میکنه، پوستش خشک‌تر میشه. خب اینها نشون میده که تو بدن این فرد امگا 3 بیشتر سوخته. پس کاری که امگا 3 میکنه چیه؟ میاد یک ارتباط عصبی سالم و مناسب ایجاد میکنه تا این دیتاها به مغز شما سریعتر انتقال پیدا بکنه و قدرت و سرعت تصمیم گیری شما افزایش پیدا بکنه و در نهایت تصمیمات معاملاتی منطقی تری رو بگیرید. اما امگا 3 رو شما میتونید در مواد غذایی در واقع مثل ماهی سالمون، مثل آووکادو و در واقع مواردی که اینجا توی عکس میبینید در واقع از این کانال تامینش بکنید، یا اینکه از طریق مکمل‌های امگا 3 که در بازار موجود هست و میتونید استفاده بکنید.